سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. ویدیو امروز قسمت دوم آهنگای راگ بهلوی می باشه. دوستای عزیز ببخشین که این ویدیو رو من نتونستم در وقتش تهیه بکنم و امروز ما در مورد آهنگای راگ بهلوی صحبت میکنیم که از راگ یکی دو نوت برآمده و باز دوباره پس سر راگ آمده. یعنی ما میبینیم که چطور در یک راگ میتونه که یک نوت خارج از راگ استفاده شد و چطور میتونه که باز دوباره پس داخل راگ شد. ما امید میخوایم که امروز در راگ بهلوی ببینیم و تجربه کنیم. دوستای عزیز، همونطوری که شما میفهمین راگ بهلوی اکثرا بسیار زیاد شناخته میشه از روی احساسش است. یعنی راگ بهلوی را کسی که بلد باشه، یک آهنگ که از بسیار دورم در راگ بهلوی جور شده باشه، این آدم تشخیص کنه میتونه. یعنی یک نشانی بسیار بزرگ شمی است که ما از احساسش میتونیم که راگ بهلوی را متوجه شویم. و همونطوری که شما میفهمین در راگ بهلوی هر 12 نوت یک اسکیل میتونه که استفاده شوه، به اون طریقش یک لحظه میتونه که استفاده شوه و باز دوباره آهنگ در لاین اصلی خود، یعنی در نوتای راگ بهلوی داخل میشه. و بعضی از آهنگ‌ها هستن همچنان که در اسکیل راگ بهلوی، یعنی در تات راگ بهلوی جور شدن نوت‌های راگ بهلوی را استفاده کردن، اما در راگ بهلوی استفاده نشدن. یعنی که تمام خواص راگ بهلوی دیده نمیشه. مثلا نوتی که زیاد استفاده میشه که با نام وادیات میشه، اون نوت زیادتر استفاده نشده، سموادیش اون نوتی که باید است مثلا نشده. و از اون خاطر است که آهنگای هم هستن، آهنگای زیاد افغانی هستن که در تات بهلوی جور شدن اما در راگ بهلوی جور نشدن، که مثل اسکیل میشه. راگ بهلوی را در موسیقی اروپایی به نام فریجین مودیات میشه یا فریجین اسکیل میگن اکثرا. یعنی بسیار آهنگای افغانی هستن که در اسکیل یا فریجین مود یا فریجین اسکیل جور شدن، که اونام نوت‌های راگ بهلوی را دارن اما در راگ بهلوی نیستن. یعنی احساس راگ بهلوی را ندارن. یعنی راگ بهلوی استفاده نشده اما نوت‌هایش. یعنی من به این خاطر این بسیار زیاد تاکید میکنم که این غلط فهمی نشه که آهنگ‌ها هستن که در اسکیل فریجین مود ساخته شدین اما در راگ بهلوی ساخته نشدین، که باز ما وقتی که آهنگش آمد ما سرش باز زیادتر در این مورد بحث میکنیم. و دوستای عزیز، گفتیم که بعضی کسا هستن که گرچه ما در ویدیوهای گذشته هم گفتیم که دوستای ما زیادتر خواهش میکنن که برشان آهنگ نواختن آهنگ بروی ارمنیا نشان بدیم. ما همونطوری که در ویدیوهای گذشته گفتیم، ما خوش دارم که دوستای ما را کمک کنیم که خودشان ماهی گرفتن یاد بگیرن، تا ای که ما برشان ماهی گرفتگی دست خود ما برز اونا بتم. به خاطر از این که ما نمیخوایم که انسان ها وابسته بمانن به کسای دیگه. یعنی اگر یک نفر مثلا ماهی گرفتن یاد داشته باشه، خودش در هر زمانی که دلش خواست میره تازه ماهی میگیره، و اگر یاد نداشت مثلا همیشه احتیاج از دیگه که سوال میکنه و این یک مشکل بسیار کلان است. دوستای عزیز، باز ما بر شما یادآوری میکنم، من نیست یک دوستتان، من نیست یک کسی که من خودم شاگرد هستم، از تجربه شخصی خودم که کوشش کنین که موسیقی را از احساسش یاد بگیرین، که باز دیگه شما احتیاج به این نباشین که کسی دیگه بر شما آهنگ نواختن یاد بده. البته بسیار زمان میگیره که شما از طریق آهنگ نواختن بتونین که یاد بگیرین، بسیار زمان میگیره و با وجودی که زمان بسیار زیاد میگیره، بازم اعتماد به نفس آدم بسیار پایین میباشه در قسمت موسیقی
و بسیار با آسانی آدم میتونه که غلطی بکنه و بسیار چیزها رو آدم نمیفهمه، یعنی یک کار میکنه نافهمیده میکنه. از اون خاطر بسیار متفاوت است کسی که یک کار میکنه و میفهمه که چی میکنه تا یک کسی که یک کار میکنه و نمیفهمه که چی میکنه و این به اعتماد به نفس آدم بسیار با طرف پایین کش میکنه. دوستای عزیز، امیدوار هستم که مقصد من شما فهمیده باشین. برای من جای افتخار است که شما آهنگ فرمایش میدین، اما تپالی از اینکه آهنگ شما یاد میگیرین نواختنش کوشش کنین که قوانین خود علم موسیقی را یاد بگیرین. ما هم شروع کردیم، مثل شما شروع کردیم، اردوی ما چی که کل ما یک جای پیش میریم و یک جای از دیگه خود چیزای نو یاد میگیریم و این بهترین طریقه ازی است که ما به خود ما در قسمت موسیقی کمک کرده باشیم و خود رشد داده باشیم. دوستای عزیز، میریم ما شروع میکنیم به آهنگ هایی که در راگ بیروی جور شدن اما یکی دو نوت از راگ بیروی خارج شدن. خب دوستای عزیز، ما اول دوستای عزیز اول راگ بیروی یک بار بروی کیبورد هرمونی نشان میدم. همونطوری که ما همیشه از سی خواندیم، حالا هم از سی میخوانیم، از اینجا میخوانیم و شما میفهمین که راگ بیروی یک نوع از ماینر سکیل است و ماینر سکیل هم ما در ویدیوهای گذشته نشان دادیم که ماینر سکیل یعنی چی. خب راگ بیروی، در راگ بیروی همونطور که شما میفهمین ری و گا و دا و نی کمال می باشد، دیگر نوتایش شاد هستند. سا آهنگ از می سه شروع میشه. بالا گیره تو گردم، بالا گیره تو گردم، بالا گیره تو گردم، بالا گیره تو گردم. در توتی اولش میگیم که بالا گیره تو گردم، بالا گیره تو گردم. دوستای عزیز، دمی آهسته ای ما میبینیم که ما اینی نوت استفاده کردیم، با یک لحظه کوتاه استفاده کردیم، باز دوباره در لاین خود رفتیم. یعنی نرمال در راگ بیروی شدری وجود نداره. شما یک دفعه ببینید که ما چی رقم یک لحظه کوتاهی استفاده کردیم، پس در لاین خود رفتیم. بالا گیره تو گردم، بالا گیره تو گردم، بالا گیره تو گردم. یک لحظه کوتاه ریشت استفاده شد، دوباره به لاین خود آمد. بالا گیره تو گردم، بالا گیره تو گردم. اگه من بسته شوم، اگه من کشته شوم، بسته به زنجیر تو گردم. بالا گیره تو گردم، بالا گیره تو گردم. باش ما ببینیم که در می قسمتش هم امی ریش استفاده شده. حالا ما یک کلکه رو بازی میکنم. اگه من بسته شوم، اگه من کشته شوم، بسته به زنجیر تو گردم. بالا گیره تو گردم،
ما داشته ای دیدیم که ای آمد یک لحظه اضافه شد در راگ و دوباره راگ دمو لاین خود رفت. انتریش ای تو در خلوت جانم، ای تو در خلوت جانم، باغ گل عطر جنانم، باغ گل عطر جنانم، اگه شب خواب ببینیم تعبیر تو گردم، بلاگیر تو گردم، بلاگیر تو گردم. دوستای عزیز، در آیسایی و انتریش اردوش دیدیم که اینمی ری شد استفاده شده و آهنگ دوباره به بسیار سادگی و مقبوجیش دمو لاین خودش دوباره رفته و ادامه داده شده. آهنگ دیگه که از گ شروع شده، دوست دارم همیشه همیشه، عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه، همیشه همیشه کاکل تو بریشه بریشه، وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه، همیشه همیشه. خب در آیسایی ای دیگه نوت استفاده نشد. ما یک کلکالی را بازی میکنم شما ببینید. دوست دارم همیشه همیشه، عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه، همیشه همیشه. دایستاییش همون نوتش خود راگ بیروی، یعنی نوتای خود راگ بیروی استفاده شده بود. انتریش همراه من جنگ نزن، با من گپ از جنگ نزن، من دل نازک دارم با شیشم سنگ نزن، قلب من از دل بر من چو شیشه، عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه، همیشه همیشه. دوستای عزیز، در انتریش یک لحظه ما شد در استفاده کردیم. ببینید شما یک بار دیگه، نرمال این نوت نیست در راگ بیروی. همراه من گپ نزن، با من گپ از جنگ نزن، وقتی که میگیم همراه من گپ نزن نزن نزن، این استفاده کردیم. با باز آهنگ دوباره ببینیم پس سر لاینش میره، با من گپ از جنگ نزن. شما دیدین که یک لحظه آمد اینجا این استفاده کرد، اما پس از طرف گرفت دوباره سر لاین خود آمد. راگ بیروی ببینید شما، همراه من گپ نزن، با من گپ از جنگ نزن، من دل نازک دارم با شیشم سنگ نزن، قلب من از دل بر من چو شیشه، عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه، همیشه همیشه. خب در این آهنگ دیدیم که اینی نوت بیرون از راگ استفاده شده بود. دوستای عزیز، یک آهنگ دیگه همچنان که از گ شروع میشه و شما میبینین که در این آهنگ هم همچنان شد ری استفاده شده. آهنگ از گ شروع میشه، دره بدره اوای پمان بدره، دست
دستمال نگار شود که بادم ببره، بادم ببره به سوی یارم ببره. سر در بغلش مانده و خوابم ببره، سر در بغلش مانده و خوابم ببره. دیدین دوستان عزیز که یک لحظه ایستاد در اینجا آمد دوباره در لاین خود استاد شد. شما اتفاق سری رو ببینید. دره بدره هوای پرمان بدره، دستمال نگار شوم که بادم ببره، با بادم ببره به کوی یارم ببره. سر در بغلش مانده و خوابم ببره، سر در بغلش مانده شدره و خوابم ببره. دوستان عزیز یک لحظه برآمد و دوباره به بسیار مقبولی داخل راگ شد. آهنگ دیگه همچنان اگر ما از انتره شروع کنیم از پا شروع میشه و اگر از آسته‌ای شروع کنیم از سه. با چشمان تو جا داره دل من، نگاهی آشنا داره دل من، نمیدانی تو آهنگ دلم را چی شیرین نغمه ها داره دل من. تو باور به خدا کن که جز عشق تو کسی هم نفسم نیست، کسی داد رسم نیست. دوستای عزیز ما اینجا دیدیم که تیور مار استفاده کردیم به این قسمت و پس دوباره در لاین خود آمدیم. یک بار دیگه شما ببینید. با چشمان تو جا داره دل من، نگاهی آشنا داره دل من، نگاهی آشنا داره دل من. و بسیار مقبولی تیور ما در اینجا استفاده شد و دوباره راگ دمو رای خود رفت. آهنگ زیبا اخ نجیب جان حق پرست. آهنگ از پا شروع میشه. من آمدم به دیدن جانانم، ای دل بر مستانم برای از خانم، یک بوسه ندادی به من دیوانه، باز آمدن مرا خدا میدانم، باز آمدن مرا خدا میدانم. چوب 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 گلزار آمده، پریزاد آمده، این دل بر مزار دل شکار آمده، این دل بر مزار دل شکار آمده. دوستان عزیز شما دیدین که اینمی ری شد برای یک لحظه استفاده شد و دوباره آهنگ دمولاین راگ بیروی خود دوباره رفت. شریف و زمانه می عجیب است حال و دیگه شرافت छोड़ दी मैंने मोहब्बत छोड़ दी
اولش اینجا از شد گست آغاز شد. شریف و زمان حسی بس حلوا دکا که شرافت چھوڑ دی میں نے محبت چھوڑ دی میں نے. دمی آهنگ دمی شروع اینه ما استفاده کنیم، پس دوباره دمون لاین خود آهنگ رفت. آهنگ دیگه همچنان از گه، آهنگ محلی، آهنگی که از گه شروع میشه. چطور نالان و سر گردانم همیشه مایل خوبانم تو را گفتم نشو مایل به ری چی رقم استفاده شد ری استفاده شد و باز آهنگ دوباره دمون لاین خود رفت. چطور نالان و سرگردانم همیشه مایل خوبانم شما دیدین دوستان عزیز که ما چندین بار شد رید استفاده کردیم، باز دوباره در مو لاین خود آمدیم. دوستان عزیز همونطور به شمار آهنگایی هستند که به می شکل خوانده شدن و شما خودتان بپالین، ببینین، تجربه کنین تا که متوجه شین و همچنان راگ بیروید به همی وسیله بتانین که خوبتر تحت خود کنترل خود داشته باشین، یعنی بشناسینش و بلد شوین. دوستای عزیز، این بود ویدیوی امروز ما. امیدوار هستیم که شما به بزرگواری خودتان کمی ها و کاستی های این ویدیو را ببخشین. ما همیشه یادآوری میکنم دوستای عزیز که من استاد موسیقی نیستم، من مثل خود شما یک
شاگرد هستم، هنوز به موسیقی یاد میگیرم و ما دمی جریانی که کار میکنیم از یکی دیگه خود کوشش میکنیم که چیزای نو یاد بگیریم. امی فیدبک های شما، کامنت های شما برای من ویلکام از کل شما. بسیار خوشحال میشم که شما کامنت نوشته کنین و ما بتونیم که از طریق می ویدیو امرای یکی دیگه خود ما در گپ زدن باشیم و برای یکی دیگه خود توصیه بکنیم، چیزای نو یاد بدیم. و شما میتونین که دوستای عزیز ویدیوها رو با دیگه دوستایتان شیر کنین. لایک و کامنت لطفا دوستای عزیز فراموشتان نشد تا که ما بتونیم به شکل بیشتر خوبترش و بهترش مورد استفاده یک دیگه خود قرار بگیریم. تا هفته دیگه شما دوستای بسیار نازنین به خدا میسپارم. بای بای.